Hi guys, welcome to our channel. We are Grammar Meets Politics. سلام دوستا، به صفحه چینل ما خوش آمدید، جایی که Grammar Meets Politics. کبار هستم در خدمت شما دوستان عزیز. امید که خوب و صحتمند باشید. در این درس ما درباره زمان آل ساده یا simple present tense صحبت میکنیم. چطور میتونیم زمان آل ساده به شکل درست و منظم استفاده کنیم؟ چطور میتونیم که از بعض اشتباهاتی که بعضی مردم با این زمان سر میخورن یا روبرو میشوند جلوگیری کنیم؟ و در غیر صورت در این درس شما میآموزید تعریف‌های زمان آل ساده را، قوانین زمان آل ساده را، structures، ساختارهای زمان آل ساده را که چطور میتونیم به شکل مثبت، منفی و سوالی تبدیل کنیم. و در غیر صورت شما میآموزید special rules، قوانین خاص را که زمان آل ساده کدام قوانین خاص میباشد. زمان آل ساده دارای تعریف‌های بسیار زیاد میباشد. به طور مثال زمان آل ساده نشان میدهد عمل یا اکشن را که به شکل دوامدار همیشه در حال اتفاق باشد. درست؟ زمان آل ساده برای ما نشان میدهد که یک عمل در گذشته، حال و آینده درست باشد. و دیگر تعریف‌ها شما باید بیاموزید که چطور میتونیم زمان آل ساده را استفاده کنیم. آموختن زمان آل ساده بهتر از آموختن تعریف‌ها و یاد کردن تعریف هاست. درست؟ به طور مثال چطور در گذشته، حال و آینده درست میباشد. درست؟ شاید یک سوال کنفیوز کننده باشد، مغشوش کننده باشد. چه رقم؟ گذشته، حال و آینده. به طور مثال she goes to school every day. او خانم همه روزه به مکتب میرود. درست؟ she went to school yesterday. او روز گذشته به مکتب رفته بود. she goes to school today. او امروز به مکتب میرود. and she will go to school tomorrow. او خواهد به مکتب رفت. او فردا خواهد به مکتب رفت. یا او خواهد به مکتب رفت فردا. درست؟ went گذشته، در گذشته رفته بود. all فعلا و آینده فردا. یعنی که هر روز مکتب میره. دیروز هم رفته بود مکتب، حالا هم رفته که امروز میشه و آینده هم میره. درست؟ و اینجا ما examples یا مثال های داریم که ثابت میشه زمان آل ساده را به شکل بسیار ساده. I start، من شروع میکنم. You start، شما شروع میکنید. We start، ما شروع میکنیم. They start، آنها شروع میکنند. He starts، او شروع میکند. She starts، او خانم شروع میکند به اسم مؤنث. It starts، به شی او شروع میکند یا این شروع میکند. خوش آمدید دوستا به بخش دوم. ما اینجا فرمول داریم که درباره زمان آل ساده صحبت میکنه. چطور میتونیم به شکل مثبت، منفی، سوالیه استفاده کنیم و در غیر این صورت چطور میتونیم که با سوالهای معلوماتی که WH کوئسشن است استفاده کنیم. به تخته نگاه کنید، بسیار دقیق باشید. درست؟ فرمول ما subject plus verb، فاعل جمع فعل اول که ما سه نوع فعل داریم در زبان انگلیسی: شکل اول، شکل دوم و شکل سوم. هر کدام آنها جداگانه کاربردهای خود را دارد. درست؟ سابجکت ها، ورب ها. درست؟ بعد از من تکرار کنید. I work، من کار میکنم. You work، شما کار میکنید. We work، ما کار میکنیم. They work، آنها کار میکنند. درست؟ برای سابجکت های مفرد ما فعل های مفرد داریم. درست؟ He works، او مرد کار میکند. She works، او زن کار میکند. And it works، این کار میکند. درست؟ شکل مثبت. اینجا ما شکل منفی داریم. چطور میتونیم که با شکل منفی استفاده کنیم؟ ما باید از auxiliary verb ها که افعال کمکی هستن کمک بگیریم. Do and does. درست؟ do برای اسمهای جمع و does برای اسمهای مفرد. درست بچه؟ چطور میتونیم که به شکل منفی بگیم؟ do not. و بخوایم که do not را که کوتاه‌تر و مختصرتر بگیم don't. I don't work، من کار نمیکنم. You don't work، شما کار نمیکنید. We don't work، ما کار نمیکنیم. They don't work، آنها کار نمیکنند. درست؟ برای اسمهای مفرد ما auxiliary verb مفرد داریم does. و چطور میتونیم که با شکل منفی استفاده کنیم؟ does not. He
does not work. و چطور میتونیم که مختصر بگیم؟ doesn't. ما او را عوض میکنیم. He doesn't work. او کار نمیکند. She doesn't work. او خانم کار نمیکند. It doesn't work. این کار نمیکند. درست بچه؟ فهمیده شد؟ و چطور میتونیم که سوال کنیم؟ درست؟ ما بازم از auxiliary verb با افعال کمکی استفاده میکنیم. do و does. do برای اسمای جمع و does برای اسمای مفرد. Do I work؟ آیا من کار میکنم؟ Do you work؟ آیا شما کار میکنید؟ Do we work؟ آیا ما کار میکنیم؟ Do they work؟ آیا آنها کار میکنند؟ Does he work؟ آیا او کار میکند؟ Does she work؟ آیا او خانم کار میکند؟ Does it work؟ آیا این کار میکند؟ درست؟ ما باید در آخر جملات سوالی ما از علامه سوالیه استفاده کنیم. فهمیده شد بچه؟ و در این بخش چطور میدونیم که WH question که سوالات معلوماتی است که به خاطر ارائه بیشتر معلومات استفاده میشود استفاده کنیم. قبل از auxiliary verb ما باید ما WH question استفاده کنیم. قبل از auxiliary verb. به طور مثال Why do I work؟ چرا من کار میکنم؟ درست؟ Why do you work؟ چرا شما کار میکنید؟ Why do we work؟ چرا ما کار میکنیم؟ Why do they work؟ چرا آنها کار میکنند؟ درست؟ Why does he work؟ چرا او کار میکند؟ Why does she work؟ چرا خانم کار میکند؟ Why does it work؟ چرا این کار میکند؟ ما میتونیم که از what که چی، how often, how long and other WH question استفاده کنیم. فهمیده شد بچه؟ دوستای عزیز، ما در کدام حالت ها میتونیم که زمان رساده را استفاده کنیم؟ عموما ما 4 حالت داریم که میتونیم در آن زمان رساده را بیان کنیم. لوکت آن بورد به تخته نگاه کنید. حالت اول repeated actions، عملهای تکراری، عملهایی که متواتر در حال تکرار شدن باشد. For example، به طور مثال I eat breakfast every morning. من هر صبحانه نوشیجان میکنم. یک حقیقت است. من روز گذشته صبحانه نوشیجان کردم، امروز نوشیجان میکنم و فردا نوشیجان خواهم کرد. یک عمل است که به شکل متواتر در حال اجرا شدن می باشد. Understood guys؟ She goes to school every day. او خانم هر روز به مکتب میرود. او دیروز هم مکتب رفته بود، امروز هم میرود، فردا هم خواهد مکتب رفت. یک عمل است که به شکل متواتر در حال اجرا شدن است. درست؟ بعد از این general truths، واقعیت‌های عمومی که ما میتونیم که از زمان حال ساده در این وضعیت استفاده کنیم. به طور مثال The sun rises in the east. آفتاب از سمت شرق طلوع میکند. It's true. یک حقیقت است. ما نمیتونیم اینجا تغییر بدیم. I have 2 eyes. من 2 چشم دارم. یک حقیقت است. من نمیتونیم اینجا تغییر بدم. درست؟ بعد از این scientific facts، واقعیت‌های علمی که ما با واقعیت‌های علمی سر میخوریم، باید ما از زمان حال ساده استفاده کنیم. به طور مثال Water boils at 100 degrees Celsius. آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. یک حقیقت است. ما نمیتونیم که اندازه درجه را تغییر بدیم. بخاطر که حقیقت است. ما زمان حال ساده استفاده کنیم. And for example, water freezes in cold weather. آب در آب هوای سرد یخ میزند. یک حقیقت است. در زمستان آب یخ میزند. درست؟ و بعد از این آینده نزدیک یا پلان های برنامه‌ریزی شده near future or scheduled events، وقتی که ما یک وقت معین داشته باشیم و بفهمیم که اینمی یک عمل در یک وقت معین در آینده انجام میشود، ما باید از زمان حال ساده استفاده کنیم. چطور؟ لوکت آن بورد به تخته نگاه کنید. He goes to America next month. او ماه آینده به امریکا می رود. درست؟ ماه آینده زمان است که در آینده معلوم است. ماه آینده، درست؟ I go to school tomorrow. من فردا به مکتب میرم. فردا در آینده است، ولی ما زمان حال ساده استفاده کنیم بخاطر که آینده معلوم دار است. و وقتی که ما آینده معلوم دار باشه، ما نباید از زمان آینده ساده استفاده کنیم. درست؟ فهمیده شد؟ دوستای عزیز، چرا ما میگیم he works, she works, it works and چرا ما میگیم I work؟ right؟ اینجا ما قوانین خاص داریم که چطور میتونیم
یک فعل به شکل مفرد تبدیل کنیم و هرگاه ما فاعل مفرد داشته باشیم باید از فعل مفرد استفاده کنیم و هرگاه ما فاعل جمع داشته باشیم باید از فعل جمع استفاده کنیم. درست؟ فعل در ذات خود جمع است ولی ما باید آن را مفرد تبدیل کنیم. درست است دوستان عزیز؟ and ما افعال با قاعده و افعال بی قاعده داریم. افعال با قاعده ما یک سلسله قوانین دارند که ما میآموزیم. دقت بود؟ به تخته نگاه کنید. هرگاه بعض افعال ما بیشتر افعال ما اسم میگیرند. بیشتر آنها اسم میگیرند. به طور مثال بعد از ما تکرار کنید. dance dances, right? cook cooks, sleep sleeps, she dances, she cooks, she sleeps. Understood guys? فهمیده شد بچه؟ و بعض اوقات ما مواجه میشیم به بعض افعال ما که با S, SH, CH و X ختم میشوند. چطور کنیم؟ ما تنها با آنها ES علاوه میکنیم که مفرد شوند. For example به طور مثال kiss, kisses, right? wash, washes, teach, teaches, fix, fixes. Understood guys? فهمیده شد بچه؟ و بعض اوقات با فعل مواجه میشیم که با وای ختم شده می باشه و قبل از وای کانسوننت بی صدا می باشه. در حالت چطور کنیم؟ در حالت ما وای از میکنیم و به جای وای آیه سلام میکنیم. Look at on the board. با تخته نگاه کنید. Study, studies. ما وای از میکنیم. درست؟ Try, tries. حفظ کردن وای. فهمیده شد بچه؟ و اینجا ما افعال بی قاعده داریم که ما نمیتونیم این قوانین بالا اینها تطبیق کنیم. For example, go, goes, do, does, have, has, plural, جمع، singular، مفرد. فهمیده شد دوستان عزیز؟ ما اینجا بعضی مشکلات و اشتباهات داریم که باید یک جا با دیگر حلش کنیم. Look at on the board. با تخته نگاه کنید. Tense. زمان ما. I am living in America. ما در حال زندگی کردن در امریکا هستم. عجیب نیست؟ I live in America. ما در امریکا زندگی میکنم. درست؟ I live in America. ما در امریکا زندگی میکنم. Second. Verb form. شکل فعل. We like to travel. We is singular or plural? We مفرد است یا جمع؟ جمع است. We like to travel. ما خوش داریم که سفر کنیم. درست؟ They doesn't eat vegetables. مفرد است یا جمع؟ جمع. منفی جمع. They don't eat vegetables. آنها سبزیجات نمیخورند. درست؟ Does you go to America? You مفرد است یا جمع؟ جمع. Do you go to America? آیا امریکا رفته ای؟ درست؟ Spelling. شکل املا. She tries to save money. She tries. She tries. She tries to save money. او خانم کوشش میکند که پول جمع آوری کند. پول ذخیره کند. درست؟ Missing. کدام چیز یاد ما رفته. What time you finish work? What time you finish work? کدام معنی مکمل نمیداد به ما. What time do you finish work? چه وقت کار را تمام میکنی؟ چه وقت کار را تمام میکنی؟ Understood guys? فهمیده شد بچه؟ امید که معلومات های مزید از این ویدیو حاصل کرده باشید. تشکر از توجه و تماشایتان. وقت خوش برایتان خواهان هستم. یک جان سپاس. وقت خوش. خداحافظ. الله یار مددگارتان. فراموش نکنید که درس ها را با شما پرکتیس و تمرین کنید تا که قویتر و قویتر در انگلیسی شوید و بالا انگلیسی غالب شوید. وقت خوش. خداحافظ. Thank you.